جنگل سربرج مشهد که شب هنگام صداهای عجیب و وحشت آوری از درختاش به گوش میرسه، صداهای شبیه سوت یا جیغ کشیدن که به محض تاریک شدن هوا در فضا اکران میشه. این امر باعث شده تا گردشگران از این منطقه فراری بشن. سربرج روستایی از توابع بخش ترقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران واقع شده. در ابتدای روستای سربرج جنگلی انبوه دیده میشه که روزهای این جنگل عادی و آرومه. ولی به محض تاریک شدن آسمون صداهای وحشت‌آوری از میان درختاش به گوش میرسه که به گفته اهالی و غریبه هایی که به اون منطقه سفر کردن شبیه جیغه. صدایی که از درختان این منطقه به گوش میرسه هیچ شباهتی به صدای جیرجیرک ندارن. صدای شبیه باد هم نیست، چرا زمانی که این صداها شنیده میشن حتی برگ از درخت هم به علت باد تکون نمیخوره. با تاریک شدن آسمون صدای وحشت‌آوری از میان درخت‌های جنگل سربرج به گوش میرسه. در عین حال هیچ پدیده غیر طبیعی نیز در منطقه به چشم نمیخوره. اما در لابلای درختان و همینطور علفزارهای اطراف اون هجوم ملخ‌ها دیده میشه. بعضی ساکنان منطقه این صداهای وحشت‌آور رو از ملخ‌هایی میدونن که به این منطقه هجوم آوردن. شب‌ها به درخت‌ها پناه میبرن و بعضی دیگر نیز عوامل ناشناخته از جمله آب و هوا، عده‌ای نیز این جنگل رو نفرین شده و محل اقامت اجنه میدونن. به گفته بعضی‌ها شیاطین و روح‌های نفرین شده شب هنگام در این روستا پرسه میزنن و این اصوات دلخراش مربوط به اونهاست. جالبش اینجاست که این صداها چند سالیه به گوش میرسه و قبلا از اون خبری نبوده. منطقه که در دره رودخانه‌ای واقع شده یکی از سرچشمه‌های یکی از سدهای کشوره. همه ساله در این فصل خشک میشدن، ولی از سال 1390 یعنی درست از سالی که این صدا از جنگل شنیده میشه همچنان آب در اون جریان داره. بعضی ساکنان منطقه این صداهای وحشت‌آور رو از ملخ‌هایی میدونن که به جنگل سربرج هجوم آوردن. هنگامی که این صداها باعث ترس و وحشت بعضی اهالی روستا و گردشگران میشه، موضوع رو به بخشداری منطقه اطلاع میدن. اونها هم با اعزام کارشناس به این منطقه و تحقیقات ویژه اعلام میکنن این صدا مربوط به نوعی ناب از جیرجیرک‌های، در زبان محلی به اونها کز میگن. در واقع سالهای پربارش که آب فراوون داره و رودخانه‌های سربرج خشک و کم آب نمیشن، این جیرجیرک‌ها به روستا حمله میکنن و در لابله‌های درخت‌ها و گیاها مخفی میشن. ممکنه بر روی هر درخت نزدیک 3000 جیرجیرک بشینه. تمام این جیرجیرک‌ها در حاشیه 2 کیلومتری رودخانه موقعیت دارن. تعداد زیادی از اونها باعث شده که آواز دست جمعیشون مثل صدای جیغ و زوزه به نظر برسه. این جیرجیرک‌ها تا 40 روز زنده میمونن و بعدش از بین میرن.